اوکی آقا، این اولین ویدیوه و امیدوارم که همه چی درست اوکی شه. الان من چیکار کنم؟ اوکی آقا، هی واتساپ گایز، من آقا لاک پشت هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. داخل این ویدیو امروز اومدیم با ریسورس پک مهدی بیزیکسر اسپیدران کردم. من فقط تا اینجا شو دیدم و خیلی این چه سر what the fuck. اوکی قطعا میریم تو بازی و من FPS هم ریده قشنگ، هشتگ سیستم ضعیف. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. حس میکنم اسکیه یکم، نمیدونم اینا رو یه جای دیگه دیدم این نوع شیشه ها رو. اوکی من چند کمم پایینه، چرا همه چی ریده قشنگ. واسه اولین ویدیو من آماده ریدنم. ناموسن؟ حاجی تخت و نگاه، سطح تخت و نگاه، اینا چیه کشیدن روش؟ دا فاک. وولاش هم خیلی زشته، وولاش خیلی زشته. منم تو ریسورس پک قبلیم از این وولا دارم ولی خیلی زشته حاجی. قشنگ مهدی بیزیکسر زد تو کمر. ها اینا هاشش آیرون و ایناش. نه آیروناش خوبه، آیرون و گلدش خوبه، خدایی خیلی خوبه آیرون و گلدش. این دیگه چه قیچی کسشه، انگار از این قیچی مامان بزرگاست حاجی. ریدم. اوکی چمنش هم واقعا اینا رو دف سگی دادن. او شت، قدرت ریسورس پک مهدی بیزیکسر چیه؟ برو بابا گم شو. چرا این همه باید یکی دف بدیم؟ نوب سگی مادر حاجی. اگه من امرالد رو اوکی کنم که اینویز شم که این یه دونه است. چقدر امرالدش خیلی بده و چقدر امرالدش خیلی بده حاجی. سطح سطح ادبیات من و چقدر امرالدش خیلی بده. من الان غیب میشم. what the fuck. چقدر بده، چقدر سطح یه اپاراتی بده، چقدر سطح. البته من واسه ویو اومدم ولی خب همینه که هست. خب شو یا برو گم شو جی جی. من فقط در این حد دفند بلدم. کجا میری؟ کجا؟ فورتنایت داداش آخرش هم مرد. اوش فورتنایت مردنی. حاجی اومدن اینا. what the fuck. منم فورتنایت بازی زاویدن توفنم. ای من سطح گیم زدن و من هنوز خروج نکردم از اینجا. بعد اینا حمله ور شدن چیترهای سگ. گلدن اپر و فایربالش هم ندیدیم نه. ای من ریدم تو این بازی. بابا اسپلیت کن خب بی ناموسه. چرا اینجوری بود این گلدن اپلش؟ دیگه چه کیفیت کسشه. ای من ریدم تو این فایربالای مملکت. اوکی آقا الان که دقت میکنم ما شاپشو اصلا ندیدیم و خیلی جالبه که شاپشو ببینیم چون به نظرم خیلی جالبه. چرا اینقدر سیاهی داداش؟ من خودم از تو سیاه ترم ولی خب اصلا FPS میرینه توش. قشنگ یه سیستم RTX میخواد تا همچین چیز اوکی ما شاپ رو ندیدیم. قشنگ من از یه چیز میام روی چیز دیگه. که شاپ اینجوریه یعنی قشنگ تا میری جلو میبینی که کیری داره. what the fuck TNT فایربالو چرا منو نردبونو انگار شبکه پویاست. اوکی همونطور که فکرشو میکردم اینا مثل سگ دفن دادم. پس ما هم فارم کیل فارمشو میکنیم. به سگ مادر جن.
وکیل فارمتون نکنم ولکنتون نیستم بیناموسم. آیا TNT آوردی؟ نه معلومه که تو یه نوبست. اوکی تختشون خورد یعنی زده شد. فقط سیبشو اصلا قشنگ ریده است. جی خفه شو بابا. اوکی و خیلی دوست دارم که پرکتیس رو باش امتحان کنم که ببینیم چجوریه. TNT رو وای من از این مپ متنفرم. از این مپ واقعا متنفرم. هیچ وقت نشده که تو این ببرم. یه چنک رو میاریم پایین تر چون واقعا ریسورس پکش عذاب. ببین اینا انقدر نزدیک به همن اصلا نمیشه بازی کرد. خیلی بده این یکی مپه. و من شاید باورتون نشه ولی کجایی تو ولی هیچ وقت وین نگرفتم توش. چه گوی تو رو خدا این فایر بالا رو انقدر شیاف نکنی تو حریفتون هرچی که هست. بابا این فایر بالا رو دادن که بپرید اینجوری بپرید. همه شیاف میکنید. خدا وکیلی زشته. بیا خیلی حرفه‌ایم. تشویقشون بفرمایید. چه جوری من اونو میزنم خودم میخورم. وای زنتو. وای سگ دهاتی. من چجوری وین کنم؟ بیا هم ریسورس پک کیریه هم مپ. نه این خوبه دیگه. فکر کنم زود انداختم. نه آره متاسفانه. ولی خب ولش کن. بیا اصلا نمیپره. و اینکه من نمیرم لونا اینه که متاسفانه بند شدم واسه کیل فارم. آره من یه عقده فشاریم. تو رو خدا بپر. تو رو خدا بپر. تو رو خدا موسم قطع میشه نمیدونم چی. کجایی تو؟ من ریدم تو این سطح